هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، قبل از همه به مردم مهمان نواز ناحیه شغنان برای استقبال صمیمانه عرض سپاس می‌نمایم. این لحظه ها ما در آستانه سنه مهم روز وحدت ملی قرار داریم. کل ساکنان ناحیه و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار این جشن که رمز صلح و ثبات در کشورمان، اتحاد سرجمعی خلقمان و پایه اساسی رشد استوار تاجیکستان صاحب استقلال می باشد تبریک میگویم. سلامت باشید. آرزومندم که فضای آرام و آسوده، وحدت و همدیگر فهمی و پیشرفت و آبادی در هر گوشه وطن عزیزمان همیشه حکم فرما باشد. در دایره آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی، امروز یک قطار انشاءات مهمی استحصال اجتماعی و فرهنگی از جمله نشان دولتی در مرکز ناحیه، کارخانه‌های بندوبست میوه و کارکرد گیاه‌های شفابخش در دهه پشار، پل و راه ماشینگر در دهات سوچان افتتاح گردیدند. اینچنین بنای بیمارخانه مرکزی کودکستان برای 150 جای در شهرک وحدت و یک چند مؤسسه‌های تا مکتبی در دهه‌های دوردست ناحیه و فابریکه پرنده پروری در دهات میرزاجان، شیرینجان و به استفاده داده شدند. عملی گردیدن چنین اقدام‌های سازنده با باز هم آباد و زیبا گردیدن ناحیه، بهتر شدن شرایط زندگی و حل مسائل اجتماعی اهالی مشاهدت می‌نماید. طبق نقشه کارهای آبادانی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه شغنان از 226 انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی، ساختمان از نوسازی 190 انشاءات با مبلغ عمومی زیاده از 110 میلیون سامانی به انجام رسانیده شده است. سهم ارزنده صاحبکاران و مردم شهروند ناحیه در روند کارهای آبادانی و بنیادکاری شایسته تحسین و قدرشناسی می باشد. با اطمینان می توان گفت که ناحیه شغنان با دستگیری پیوسته حکومت مملکت و زحمت صادقانه مردم شهروند آن به طور نظررس رشد یافته ایستاده است. در دوران صاحب استقلالی از حساب همه منبع‌های مبلغ‌زاری برای رشد ناحیه بیش از 3.2 میلیارد سامانی روانه کرده شده است. در یگان ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان ما اینقدر مبلغ صرف نکردیم. فقط در ناحیه شغنان 20 سال زیاد میشه که ناحیه شغنان را ما بنیاد کرده ایستادیم. در یاد دارین آخه مرکز ناحیه نداشتیم که مرکز ناحیه در شهر خارق بود. یک شهرک آباد و زیبا، مرکز ناحیه شغنان در شهرک وحدت بنیاد گردید. تنها از حساب بودجه دولتی 670 میلیون سامانی جدا گردیده است که زیاده از 383 میلیون سامانی آن مبلغ‌های مقصدناک برای پوشانیدن خراجات بودجه ناحیه میباشد. علاوه بر این در حدود ناحیه 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی و مبلغ عمومی 26 میلیون سامانی عملی گردیده است. حالا باز 8 لایحه دیگر مورد عمل قرار دارد که در دایره آنها تا به امروز با مبلغ 236 میلیون سامانی کارها اجرا شدند. همزمان با این در این مدت مبلغ‌زاری تنها در ساحه ساختمان بیش از 2.2 میلیارد سامانی را تشکیل داده است.
از جمله در سال 2024 سرمایه‌گذاری با سرمایه اساسی بیش از 61 میلیون سومانی را تشکیل داده است که این نشان دهنده نسبت به 30 سال پیش یعنی سال 1996 15 برابر زیاد می باشد. قابل ذکر است که با شرافت صاحب استقلال صلح و ثبات و وحدت ملی ما شهرک وحدت را همچون مرکز ناحیه شغنان در یک مدت کوتاه از صفر بنیاد نمودیم و حالا آن به یک مرکز معاصری دارای اینفراستراکچور جوابگوی به طلبات زمانه تبدیل یافته است. با مقصد تامین نمودن رشد باثبات اجتماعی و اقتصادی ناحیه و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان آن، رهبریت ناحیه را ضرور است که تشبس‌های صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و اهالی را همه جانبه دستگیری نماید. کارهای آبادانی و بنیادکاری را باز هم وسعت دهند و در همکاری با وزارت اداره ها، شریکان رشد و بخش خصوصی برای تطبیق برنامه و نقشه های در این سمت قبول شده تمام امکانات های موجوده را سفربر سازند. حاضرین گرامی، با قناعتمندی می توان ذکر کرد که در سالهای آخر فعالیت صاحبکاری در ناحیه شغنان رو به گسترش نهاده است و نقش آن در پیشبرد اقتصادیات، تشکیل جایهای نوی کاری و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی افزایش یافته ایستاده است. طبق معلومات تا 1 می سال 2025 در حدود ناحیه 916 سوبیکت صاحبکاری فعالیت کننده به قید گرفته شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 13% زیاد می باشد. این نشان دهنده گواهی می دهد که محیط صاحبکاری در ناحیه تدریجاً بهتر گردیده، دستگیری های دولتی و تشبس های اهالی برای رشد بخش خصوصی ثمره خوب و بار آورده ایستادند. در دوران صاحب استقلالی از جانب تشکیلات های قرضی به صاحبکاران و اهالی ناحیه 384 میلیون سومانی قرض داده شده است. از جمله در 3 سال آخر از جانب صنعت صادرات بانک مبلغ‌های قرضی داده شده در ناحیه برای دستگیری صاحبکاری و مساعدت به رشد استحصالات 22 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در برابر این در 5 ماه سال جاری قرضی به ساحه کشاورزی 73 و به صاحبکاران 12% بخصوص صاحبکاری استحصالی 35% کاهش یافته است که این تشویش آور میباشد. با در نظر داشت اهمیت مهم داشتن ساحه‌های صنعت و کشاورزی در حل مسائل اجتماعی و با شغل تامین نمودن اهالی، تشکیلات‌های قرضی را ضرور است که دسترسی صاحبکاران بخصوص صاحبکاران استحصالی و کشاورزان را به ذخیره‌های مالیوی وسیع نمایند. با دستگیری حکومت مملکت در طول 10 سال آخر در ناحیه شغنان یک قطار لایحه‌های مهم در ساحه راهسازی و نقلیات عملی کرده شدند. از جمله در دهه وسیم ناحیه راه ماشینگر با مسافه 3.6 کیلومتر، دالان زیلی ترمه با مسافه 550 متر و پل ماشینگذر با درازی 82 متر با خرج بیش از 240 میلیون سومانی بنیاد و تجدید گردیده امروز به استفاده داده می شود. اینچنین با مقصد تعمیر راه‌های دارای اهمیت بین المللی و محلی در این دوره از حساب بودجه زیاد از 9 میلیون سومانی جدا گردیده است. مسلم است که رشد اینفراستراکچور نقلیات با رشد ساحه‌های استحصالی، تجارت، سیاحی و در مجموع و بهبودی سطح زندگی ساکنان مساعدت می‌کند. از این رو حکومت مملکت منبع نیست و ساحه راهسازی و نقلیات ناحیه اهمیت اولین درجه داده دیگر لایه‌های مهم را در این سمت عملی خواهد کرد. هموطنان عزیز، سالهای آخر ساحه صنعت
در ناحیه شغنان تمایل مثبتی رشد را نگاه داشته در این سمت نشان دهنده های نظررس به دست آمده ایستاده‌اند. همه حجم استحصال محصولات صنعتی از 6 میلیون سومانی سال 1993 به بیش از 61 میلیون سومانی در سال 2024 رسانیده شده 9 برابر زیاد گردیده است. در 31 کارخانه صنعتی ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه اول سال 2025 14% افزایش یافته است. باعث قناعتمندی و تحسین است که در یک سال آخر شماره کارخانه‌های صنعتی در ناحیه از 16 به 31 رسیده است. تنها در 5 ماه سال جاری در ناحیه 10 کارخانه نو تأسیس داده شده است. احسان و آفرین به شما، این کار ادامه دادن در کار می‌برد. ضرور است که کارها در سمت تشکیل و دستگیری کارخانه‌های خرد و میانه استفاده پوره امکانیت و اقدارهای محلی برای رشد صنعت و جلب سرمایه‌گذاری به این مقصد باز هم تقویت داده شود. در 34 سال زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت در ناحیه شغنان 21 انشاءات انرژتیکی با مبلغ عمومی 92 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است که استواری تأمینات با برق و صفت کار شبکه‌ها را کلاً بهتر نموده است. علاوه بر این هنگام سفر کاری به ولایت جهت استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی بخصوص انرژی آفتابی ما بنیاد نیروگاه برقی آفتابی را در ناحیه با اقتدار 3 مگاوات و با ارزش 55 میلیون سومانی آغاز بخشیدیم که ماه نوامبر سال جاری به استفاده داده می شود. با تطبیق این لایحه اقتدار انرژتیکی ولایت 5% افزایش یافته امکانیت فراهم آورده می شود که ذخیره آب در انشاءات تنظیم کننده شبانه روزی نیروگاه برقی آبی پامیر 1 زیاد گردد. از این حساب استحصال برق در نیروگاه پامیر 1 در موسم زمستان در ساعت‌های سیرباری زیاد می‌گردد و مشکلات تأمینات با برق در این فصل برای اهالی و دیگر مشتریان برطرف کرده می‌شود. در ناحیه شغنان حجم استحصال محصولات کشاورزی از 17 میلیون سومانی سال 2000 به 190 میلیون سومانی در سال 2024 رسانیده شده است. یعنی 12 برابر زیاد گردیده است. استحصال غله‌دانندگی‌ها نسبت به سال 1991 1.7 برابر، کارتوشکا 4، سبزیجات 2.5 و میوه 15 برابر زیاد شده است. با در نظر داشتن وضع جهان امروزه و مشکلات تأمینات اهالی دنیا با محصولات کشاورزی و مواد غذایی ضرور است که ذخیره و امکانیت‌های کشاورزی ناحیه از جمله هر یک وجب زمین باز هم ثمرناک استفاده کرده شود. تاکید می‌نمایم که در شرایط امروزه ذخیره کردن مواد غذایی برای هر یک عائله از جمله مسائل مهمترین میباشد. هموطنان عزیز، با دستگیری دائمی حکومت مملکت مبلغ‌گذاری ساحه تندرستی ناحیه شغنان سال به سال افزایش یافته در سال 2025 به بیش از 18 میلیون سومانی رسیده است. علاوه به بنای بیمارخانه مرکزی ناحیه که دارای 70 رختخواب بوده امروز به استفاده سپارده شد، در سال جاری با دستگیری حکومت مملکت بنگاه طبی در دهه کوشک و بنای علاوگی در بیمارخانه دهه ویر بنیاد گردید. امروز در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی کشور 42 نفر دانشجویان از ناحیه از جمله 29 نفر از حساب کوت پرزیدنتی به تحصیل فرا گرفته شدند. اینچنین در کالج های طبی 77 نفر جوانان ناحیه تحصیل دارند. در دوره صاحب استقلالی نشان دهنده های فوت مادر کودک در ناحیه
و طوری نظر از کاهش یافتند. وقتی کودکان تا 1 ساله به 0 رسیده، وقتی مادران در مقایسه با سال 1990 بیش از 2 برابر کاهش یافت. این دستاوردها نتیجه زحمت کارمندان ساحه تندرستی و دستگیری دائمی حکومت مملکت میباشد. با وجود این در ناحیه هنوز هم نارسایی طبیبان، کمبودن مؤسسه‌های تندرستی و تجهیزات طبی به نظر می رسد که اندیشیدن تدبیرهای ضروری را تقاضا می نماید. وابسته به این به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و رهبران ولایت و ناحیه سپارش داده می شود که فعالیت خود را جهت تامین نمودن مؤسسه‌های طبی با متخصصان، ساختمان مؤسسه‌های نو و تامین آنها با تجهیزات معاصر تقویت بخشد. در زمینه هدف‌های پیش بینی کرده حکومت مملکت در ناحیه شغنان در دوام سالهای صاحب استقلالی 43 بینای مؤسسه‌های تعلیمی برای 6340 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. در سال 2025 در ناحیه بنیادی باز 3 بینای مؤسسه تعلیمی برای 436 جای نشست با آخر رسیده موردی بهره برداری قرار داده می شود. طبق کوتای پرزیدنتی در سال تحصیل 2024-2025 از ناحیه 16 نفر از جمله 8 نفر دختران به مؤسسه‌های تحصیلات عالی داخل شد. با وجود این سال گذشته از 32 نفر متخصصان جوانی که طبق راهخط وزارت معارف و علم به ناحیه فرستاده شدند تنها 13 نفر به جای کار حاضر گردیدند که همگی 41% را تشکیل می‌دهند. بنابراین با وزارت معارف و علم، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و رهبران مؤسسه‌های تعلیمی سپارش داده می‌شود که جهت جلب آموزگاران جوان، مهیا ساختن شرایط مساعد کار و زندگی برای آنها و بلندبر داشتن سطح و صفت تعلیم تدبیرهای مشخص را راه اندازی نماید. حالا در ناحیه شغنان 5 مؤسسه تعلیمی تعمیر طلب و 18 مؤسسه تعلیمی صدموی موجود می باشد که این حالت به صفت تعلیم و تربیت تأثیری منفی می رسد. وابسته به این خاطر نشان می سازم که مسئله تعمیر و تجدید مؤسسه تعلیمی در مد اول باید قرار داشته باشد. از این لحاظ وزارت معارف و علم، مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه با استفاده از تمام امکانیت‌ها جهت تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی باید چاره‌های علاوه‌ای اندیشید. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می‌خواهم تاکید نمایم که رهبران و مسئولین، صاحبکاران، فعالان جامعه، اهل معارف، زیایان و پدر و مادران در شرایط بسیار مرکب و پیچیده جهان معاصر به خاطر بلندبر داشتن سطح و صفت زندگی هر یک فرد جامعه نسبت به هر وقت دیگر زیادتر تلاش و کوشش کنند. یعنی ما باید نسبت به هر وقت دیگر بیشتر زحمت کشیم، هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی خصوصاً در سمت کارکرد محصولات کشاورزی و اشیاء خام محلی تأسیس دهیم و برای همدیاران خود جایهای نوی کاری مهیا نماییم. همچنین خاطر نشان می سازم که ما باید هیچگاه مسئله کمک به یتیمان و معیوبان و آیله های کمبیزاد را فراموش نکنیم. با اعتماد کامل ابراز می دارم که شما ساکنان صاحب فرهنگ و زحمتکش و وطن دوست ناحیه برای عملی نمودن هدفهای استراتژی دولت من بعد نیز سهمی با سزا میگذارید. کل مردم شرفمند ناحیه شغنان و همه شما حاضرین ارجمند را بار دیگر با افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به همه شما سلامتی و اقبال بلند و برای کار آرزو می نمایم. باور دارم که مردم وطن دوست ناحیه شغنان در آینده نیز
با اتحاد سرجمی و با شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی به خاطر پیشرفت کشور صاحب استقلالمان سهمی بازسازها میگذارند و در آینده نزدیک دیار خود را باز هم آباد و زیبا میسازند. همیشه سلامت و سربلند باشید همدیاران عزیز. پدر و مادران، فعالان ناحیه ولایت اهمیت اولی درجه داده مانده کن. مؤسسه تا مکتبی و خودی مؤسسه تعلیمی برای فرزندانمان، برای نسل‌های آینده شرایط درجه عالی کنیم. یعنی ملت باسواد شد، ملت سالم، ملت باسواد، دولت هم قدر رشد میکنه. سطح صفت زندگی خوبتر و بهتر میشه. با خرافات پیش نمیرویم، رشد نمیکنیم. برای که بچه های ما باسواد شوند در مؤسسه‌های تا مکتبی، در مؤسسه‌های تعلیمی، ما باید آموزگاران را کسبی سطحی بلند داشته باشیم. در مجموع تحلیل کرده برآمدم ولایت مختار کوهستان بدخشان در 30 سال قریب 90% ختم کنندگان به دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت و خارج کشور داخل میشوند. نشانه آن است که هم پدر و مادران و بیشتر آموزگاران با صفت تعلیم و تربیت اعتباری اولین درجه. در دیگر گوشه و کنار مملکت آموزگاران از ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی زیاد هستند. کار و فعالیت کرده ایستادند. از آن جمله در ناحیه دنغره مردم خانه ساختن، بردن ختم کردگی، خانه در جا کردن در دیهای پرکمچی. مرحمت. ای شه سوار باز به میدان، خوش آمدی. سلامات. خوش آمدی به کوی عزیزان، خوش آمدی. ما تشنگان چهره گرم و جمال تو، ای نوری دیده جانی به جانان، خوش آمدی. چون آفتاب بخت به بدخشانی سربلند، ای شاه ما امام علی رحمان، خوش آمدی. سلامت باش. اولا پیشوای معظم ملت تمدن آفر و تمدن پرور تاجیک، سلام صمیمانه یکایک ما را بپذیرید. از صمیم قلب شما را به کوهستان بدخشان خیر مقدم میگویم، خوش آمدید. سلامت باش. من جمعزاده دلارام، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اولین گنرال تاجیک مسیبک دولتوویچ توش محمدوف می باشم. امروز از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خودم و منتداری تمام آموزگارانم را به شما ای پیشوای ما می رسانم که ما شما برای ما در سال 2016 یک مؤسسه خوب و زمانوی را هدیه نمودید. بر عوض این غمخواریتان خوانندگان مؤسسه ما همیشه در آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان و مدال‌ها می‌گردند. شخصاً من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده خوشبختانه در دور نهایی این آزمون سزاوار جایی سیوم گردیدم. امسال باشد. در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک نموده به دور ولایتی راه خط یافتم. ما نسل نورس از هدایت و راهنمایی شما در سمت از خودکنی علمای معاصر گام‌های استوار را گذاشته ایستاده‌ایم و پیوسته تلاش می‌نماییم که دانش‌های زمانوی را از خود نموده برای خلق و وطن عزیزمان تاجیکستان صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. محترم پیشوای ملت، با اعتماد کامل وعده می‌دهیم و شما را باور می‌کنانیم که راه علم و معرفت را پیشه نموده
وطنمون رو باز هم زیبا و آبادتر می‌گردانیم. محترم جناب عالی، بار دیگر تشریف شما را به ناحیه شغنان خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید پیشوای معرفت پرور تاجیک. سلامت باش. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهریست بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. دلم را در جهان جستو کسی بهتر نمیداند، به این هم داستانی من توی مادر، توی مادر. زیرویت نور می بارد بر روی زندگانیم، چراغی دودمانی من توی مادر، توی مادر. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. گرم شاعر نمیزادی کجا من شعر میگفتم، غزلهای روانی من توی مادر، توی مادر. سرودی اولینی من، سرودی آخرینی من، سرودی جاودانی من توی مادر، توی مادر. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر. جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. توی مادر، توی مادر، توی مادر، توی مادر. احسن. مادرت هم اینجا است؟ بله. آموزگار است؟ بله. پدرت چه؟ پدرم کارکن تکنیکی کامپیوتر سازی می باشد. سلامت باش. یک جهان تشکر برای چنین فرزند تربیت کردن. نگفت جانی جوانی من وطن گفت، خطر آمد به جان و تن وطن گفت. هزاران بار مرگ آمد پی او، نگفت افسوس جانی من وطن گفت. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، من دولت قدمزاده محجبین ساکن ناحیه شغنان و همزمان دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی می باشم. قدوم شما به ناحیه شغنان همایون باد. سلامت باش. جناب عالی، جشن وحدت ملی به شما و تمام ساکنان کشور مبارک باشد. شما مبارک باش. با افتخار و ارجگذاری به سیاست دوربینانه و سازنده شما، خصوصا اعلان نمودن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، من یک نفر جوان تاجیک تصمیم گرفتم که پیرو و عملی کننده عقیده های پرمحتوای شما باشم، زیرا هر یک سخن شما برای ما جوانان راهنمای روشن و سرچشمه الهام است. هنوز از سالهای نورسیم من از دستگیری ها و راهنمایی های شما استفاده برده، غالب دور جمهوری آزمون علم فروغ معرفت، دارنده عضو حقیقی اکادمی خرد اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان، برنده برنامه بین المللی پیشصف، غالب دور جمهوری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، جایزه گیرنده دانشجوی سال 2025 و همزمان ختم کننده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با دیپلم اعلا می باشم. احسن.
محترم جناب عالی، سخنان شما را کشوری که مردم آن بیسواد است، خار و زار و قفا مانده می باشد، هیچگاه از خاطر نمی براریم و کوشش می نماییم که صاحب دانش کامل به طلبات امروزه جوابگو گردیده به وطن و ملتمان صادقانه خدمت نماییم. پیشوای معظم ملت ما جوانان وعده می دهیم که صاحب دانش کامل به طلبات امروزه جوابگو گردیده سیاست خردمندانه شما را پیگیری کرده به خلق و وطنمان صادقانه خدمت نماییم. ما با شما هستیم پیشوای معظم ملت. بار دیگر جشن وحدت ملی مبارک باشد. سلامت باشید. این سال ختم میکنی؟ بله. بعد کجا میروی؟ میخواهم بعدی ختم نمودن با زینه ماگیستراتورا در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تحصیلم را ادامه دهم. حتما. از بس که شما اینقدر ذوق به موضوع فنهای دقیق دارید و در اینقدر آزمونهای جمهوریوی علاقه سزاواری جای خیلی نمایان گشتید، خواند همه طرف دستگیری میکنید. شرایط های تحصیل خوب است؟ خوب است جناب عالی. مشکلی نداره؟ مشکلی نیست. پدر و مادر چیکار میکند؟ پدرم آموزگار می باشند، مادرم خانه نشینند. در همین ناحیه شغنان؟ در ناحیه شغنان. در دوشنبه در کجا خواب هستی؟ شهر دوشنبه به هجاره. رجب علی رحمان علی همین کس نماینده حکومت در ناحیه شغنان است. نوشته گیر تویش کن. بعد سه خانه گیرین تیه. سلامت باش. بیچاره ها پدر و مادرها تشویش میکشن که دختراشون با خواندن میرود. نبینین؟ تربیت چی است؟ اخلاق چی است؟ مرحبا. هم صاحبی دیپلم، هم سواد، هم کسب، هم هنر. این خیلی خوب است. حتی تربیت فرزنداشون هم بسیار کمک میرسند. خودشان کودکاشان میدونن چیکار کنن از خردسالی. سلامت باشید. ما نگذاریم آینده که ملت تاجیک گرده کج کند، محتاج به دیگران شود، سرسان و سرگردان باشد. برای این ملت باید باسواد باشد، کسب داشته باشد، هنر داشته باشد. بار دیگر همه شما را تبریک میگویم به این روز تاریخی. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی را آرزومندم. بگذار خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دل نیتان دارین همه را نصیبتان گرداند. سلامت باشید، خوشبخت باشید. یک جا تشکر.